خب سلام. خب الان دقیقا انتظار داری که من الان مثلا بیام اینجا چی بگم؟ خب همونجور که همتون میدونید یوتیوب فارسی کله پا شد و بوم. بله و کلا یوتیوب فارسی دیگه الان هیچ یوتیوبری که فارسی زبان باشه و از ایران باشه درآمدی نداره. مخصوصا تو این شرایط که همین آپارات بالا میاد ما باید خدامون رو شکر کنیم دیگه، چه برسه به یوتیوب. و میدونم این ویدیو رو خیلی دارم دیر میذارم چون که یه سری مشکلات پیش اومد و کلا یوتیوب خیلی وقت پیش اینجوری کلا کله پا شد. و خب قطعا مثلا من این ویدیو رو بذارم تو کانالم مثلا خب خیلی ویو بالایی هم قرار نیست بخوره تو همین آپارات، چه برسه اصلا برم یوتیوب. و مثلا یه کسی مثل خودم که کلا الان یه آپاراتره، مثلا الان بره یوتیوب بزنه خب کارش نمیگیره، ولی اون یوتیوبری که از قبل هستن خب قطعا میدونید با این وضعیت هم یه جورایی شاید بشه گفت میتونن باز رو پای خودشون وایسن. ولی به هر حال شما اگر این ویدیو رو میبینید و تا اینجا اومدید، حتما من فقط اومدم اینجا و بهتون بگم که از یوتیوبرهای مورد علاقتون و حتی غیر مورد علاقتون از یوتیوبرهای فارسی زبان کلا باید حمایت کنید تو این وضعیت که کلا یوتیوب بالا. آره یعنی موقعی که وضعیت درست شد باید حمایت کنید، چون که میدونید مثلا درآمد کلا یوتیوبرها یا حتی خیلی از آپاراتورها فقط از همین آپارات یوتیوب. و حالا من از البته اینستاگرام، تیک تاک و جاهای دیگر رو مثال نمیزنم. و حالا شاید خیلیاتون به خودتون بپرسید که خب چرا پول نمیده؟ به این دلیل که حالا تو یوتیوب یه سری الگوریتم هست که اینجوریه که مثلا هر کشور یه مقدار خاصی مشخص شده، یه چیزی داشت حالا من اسمشو یادم نمیاد ولی آره که بر اساس اون مثلا هر کشور مثلا به ازای هر 1000 بازدید مثلا برای اون کشور $2 میشه مثلا هر 1000 بازدید. این برای ایران اومده پایین. چرا؟ چون که شرکت ایرانی نیست که مثلا داخل یوتیوب باشه و مثلا پول بده به یوتیوب برای تبلیغ کردنش. به همین دلیل مثلا وقتی یه ایرانی میاد ویدیو میذاره و بقیه هم خب وقتی اون ویدیو رو میبینن ایرانی هن و خب وقتی یوتیوب اون تبلیغا رو بهشون نشون میده خب در واقع اونا که نمیرن بخرن چون که اصلا اون خارج این ایرانه. و تازگی ها از اونجایی که حالا آخرین باری که دسترسی داشتیم و اینا ما فهمیدیم که خب قطعا همتون میدونید یوتیوب اومد و هوش مصنوعیاشو قوی تر کرد و دیگه آره با این هوش مصنوعی هم میفهمه که مثلا اینا ایرانی هن اونا خارجی هن فلان بهمان و به کلا یوتیوبرهای ایرانی برای ویدیوشون تبلیغ نمیذاره و نشون نمیده. به همین دلیل درآمدشون میاد پایین. به همین دلیل مثلا قبلا اگه یه خب ویدیوی یه یوتیوبر ایرانی اگر 100 کایه همون 100,000 تا بازدید میخورد و مثلا دنبال کننده هاش هم همون 100,000 تا بود، مثلا شاید مثلا بتونیم بگیم 1000 چه میدونم شاید یه ذره بیشتر از 1000 یا حتی کمتر، 1000 هم نه بابا 1000 که خیلی شاید $500 مثلا بهش در ازای اون ویدیو یوتیوب پول میداد. الان $500 تبدیل شده به $300 $250. یا مثلا اگر هم $1000 بوده الان تبدیل شده به $400. یعنی انقدر افت کرده. البته که خود یوتیوبر را هم دارن میگن که اونا الان مثلا ماشین و اینجور چیزایی دارن که مثلا همون یه دونشون رو بفروشن تا آخر عمرشون میتونن زندگیشون رو بگذرونن، ولی در واقع دارن به خاطر خوشحالی ما فعالیت میکنن. ولی هنوز اون یوتیوبرهایی که هنوز به فعالیتشون ادامه میدن در واقع خب دارن میگن که داریم ادامه میدیم دیگه.
من خودم نفهمیدم چرا انقدر آروم صحبت میکردم. پس با یعنی همونجوری این قبل با همون پول حالا کانالمون زندگیمون رو میچرخونیم، یعنی دقیقا با اینکه کم شده ولی باز دارن با همون پولی که میگیرن زندگیشون رو میچرخونن. خلاصه که از یوتیوبرها، اپراتورها و همه کسایی که تولید محتوا میکنن سعی کنید حمایت کنید. بچه بزرگسال، میان سال، هر چی که بود سعی کنید ازشون حمایت کنید و آره دیگه، فعلا خداحافظ.